سلام. نمایش ریاکاری کارگزاران رژیم در بازدید از مناطق سیل زده به حدی فضاحتبار بود که داد رسانه‌های خود رژیم هم در اومد و با تیترهایی مثل سیل ریاکاری بهش واکنش نشون دادند، چون این حجم از ریاکاری برای امر و آز هم قفله و این خودش موضوعی شد که توی جنگ باندی کلی به تیپ و تاپ همدیگه زدن، مثل این رسانه که همه عکس‌های بازدید نمایشی زاکانی رو گذاشته و نوشته حضور مسئولین با کت‌شلوارهای اتو کشیده در مناطق حادثه دیده و دوربین‌هایی که آماده عکسبرداری از این نمایش مضحک و تکراری هستند نه تنها هیچ فایده‌ای ندارد و دردی را دوا نمی‌کند، بلکه باعث خشم و انزجار مردم از این اقدامات می‌شود. حالا ببینید که میزان خشم و انزجار تا چه حد بوده که اینجا زده بیرون. یه قلم فقط در فضای توییتر ملت هر چی تونستن بار اینا کردن. دستاندرکاران حکومتی بعد از هر فاجعه مرگبار و حادثه‌های قابل کنترل به جای مهار بحران و مانع شدن از خسارت‌های بیشتر مثل خبرنگار عمل کرده. اونا هم میان فقط گزارش ویرانی‌ها رو میدن و کمی با لباس تنی به آب میزنن و بعدش همه چیز به روال قبلش برمیگرده و انگار که دیگه سیل و بلایی نخواهد اومد. در مورد شعاف زاکانی که با کت و شلوار پاشو گلی کرده بود، همه ملت دستشو خونده بودن و با انواع توییت‌های طنز بهش حالی کردن که دیگه هیچ کس فریب این نمایش‌های تو خالی رو نمیخوره. مثلا در این توییت این صحنه رو با تصاویری که قبلاً گزارشگرهای مولا تیوی از مناطق سیل زده پخش کرده بودن مقایسه کردن که یعنی ما این فیلم‌ها رو برای نشون دادن همدردی تصنعی و خدمت به مردم کهنه کردیم آقا. و این کاربر هم یک کاریکاتور قدیمی از مالکشی گزارشگر صدا و سیما رو بازنشر کرده که خیلی با هشتگ زاکانی و سیل تهران همخونی داره. بینندگان عزیز، همانطور که مشاهده می‌فرمایید مسئول محترم وسطی با بیشترین حجم فرو رفته در آب به عنوان دلسوزترین مقام مسئول امروز شناخته شد. آخرین تصویر دریافتی از شهردار تهران در حال مدیریت جهادی. بعد ملت هنوز تو موج واکنش به سری اول عکس‌های زاکانی از مضحکه کت و شلوار توی گل بودن که مشاوران زاکانی عکس کفشای گلیش توی محل کارش رو تو اینستا استوری کردن که این دیگه داد خودی‌هاشون هم در آورد. بچهای تیم زاکانی استوری گذاشتن، بعد بگید اینا برای خدا کار میکنن. همش شواف. یه نمه بارون میزنه ما 1 ساعت با پادری کشتی میگیریم که یه وقت جای لگ نندازیم. این تصویر غیر از نشون دادن بیفکری و خودخواهی و حماقت هیچ ارزش دیگه ای نداره. اگر ایراد عکس‌های سری اول این بود که چرا چکمه نپوشیدی و چرا با لباس شیک رفتی توی گل، این عکس‌های دوم دیگه جای هیچ ابهامی باقی نمیذاشت که اینا هدفی جز ریاکاری نداشتن. آخه دوربین که دیگه اتفاقی روی کفش زوم نکرده، بلکه قشنگ میخواد برجسته کنه که ما رفتیم توی گل، الان داریم میریم جلسه 40، یعنی دیگه کارمون رو کردیم و بقیهش به امان خدا. تو کل تهران یه دونه چکمه پیدا نمیشه زاکانی موقع بازدید از دماوند پاش کنه. خودشون از این سطح از ریاکاری خندهشون نمیگیره، به طرفداراشون حالت تهوع دست نمیده. چکمه که هست، عقل و شعور نیست که ازش استفاده کنن. اینا اینقدر که حتی بلد نیستن چجوری ریا کنن. بیچاره نظافتچی، دوربین و عکاس و فیلمبردار خبر کردن چون عجله داشتن جهادی کار کنن، چکمه نبردن. تو این وسط رئیسی جلاد هم که بجز وعده درمانی کاری از دستش نمیاد، خودش انداخت وسط معرکه تا مثل بقیه یه خودی نشون بده که البته از واکنش کاربران بی‌نصیب نموند. مثل این توییت که از قول رئیسی نوشته چرا زاکانی رفته توی آب؟ ولم کنی، منم میخوام برم. ننه جون میری گلی میشی، آخه تازه لباساتو شستم، ذلیل مرده. حسودخان آخرش کار خودشو کرد، زد به گلولای. از اونجایی که اعتراضات مردمی نسبت به بیعقلی و سیاست‌های ضد مردمی حکومت آخوندی داشت بالا میگرفت، دیگه خط اومد از بالا که هر کی از مقامات نظام میتونه با ربط و بی ربط بره یه خودی اونجا نشون بده که مثلا ما هم همدردیم. ولی این حرکت هم به جز طعنه و اعتراض ملت دستاوردی نداشت. اون مقدار گلی که این نماینده ها با لباساشون از منطقه سیل زده خارج کردن، مفیدترین کارشون تو کل دوره نمایندگیشون بوده. دلقک‌های مجلس شورای اسلامی. انصافا نمایندگان مجلس اونجا چی میخوان؟ سیل به شما چه ربطی داره؟ لامصبا دیگه چرا صف می‌بندین که عکس بگیرین؟ یه کاری نکنید که آدم هر چی هم که بخواد خوشبین باشه نتونه.
هرچقدر شعاف نمایندگان مجلس انقلابی در بهبود آب سیستان و بلوچستان تاثیر داشت، همون قدم در گل موندن اونها وضعیت آسیب دیدگان سیل امامزاده داوود رو بهتر خواهد کرد. کشور باید با شعور اداره شود، نه با شعار و نمایش. خلاصه اینکه این شعاف مقامات حکومتی که فقط یه سر به اونجا زدند و با لباسهای گلی عکس یادگاری گرفتن، انقدر تو بین مردم رسوا بود که رسانه‌های حکومتی هم مجبور شدند این واکنش رو منعکس کنند. مثلا روزنامه جمهوری اسلامی از باند رقیب اینطور نوشت: برخی از کاربران فضای مجازی گفتند در چهره این افراد نه اثری از غم و دلهره مردمی بود که سیل خانه و زندگیشون رو نابود کرده و نه نشانی از خستگی آن امدادگری که بی‌ادعا در حال کمک به مردم است. تنها شباهت اینها با مردم سیل زده و امدادگران زحمتکش فقط پاچه های گلی است، وگرنه کدام انسان سیل زده‌ای در این شرایط به فکر انداختن عکس یادگاری است. همین موضوع در سایر رسانه‌ها هم سوژه طنز و تمسخر شد. در بارانهای سیلاسا هم سازمان هواشناسی دیر هشدار داد، هم زیراب زیرساخت‌ها خورد و هم منابع آبی را مدیریت نکردیم. فقط عکسای خوبی گرفتیم. در واقع چیزی که در این جریان برای همه روشن شد، فرار به جلوی مقامات حکومت آخوندی با گرفتن ژست همدردی در صحنه بود برای پوشاندن نکرده‌های خودشون از کارهایی که باید می‌کردند تا جلوی این همه خسارت جانی و مالی رو بگیرن، ولی نکردند. زاکانی همان کاری را می‌کند که سیستم تحت عنوان کار جهادی از مدیرانش می‌خواهد. به جای پیشگیری و مراقبت در برابر بلایای طبیعی، با کتشلوار و کفش به آب بزنی و با همان وضع گلالود راهی جلسه ستاد 40 شوی. در واقع برای جبران بحران دستاورد و ناکارآمدی دست به ریاکاری سیستماتیک بزنی. در واقع ماجرای اسفناک سیل اخیر و واکنش نمایشی مقامات آخوندی فقط یک شکست به سریال شکست‌های پی در پی رئیسی در یک سالگی دولتش اضافه کرد و یک بار دیگه نشون داد که این دولت هم در ناتوانی از حل مشکلات مردم هیچ فرقی با دولت‌های قبلی حکومت ولایت فقیه نداره.